برادر عزیز، خودت مخالف من هستی، با رأی من مخالف هستی، اما اگر خودت هم مظلوم قرار بگیری، یک کس نسبت خودت ظلم کند، من از تو پشتیبانی خواهم کرد. فرق ندارد اون مظلوم کی هست. خب اگر اخوان المسلمین در یک جای اشتباه کرد، من او را تنقید خواهم کرد، اما در یک وقتی که او مورد ظلم قرار گرفت، من از او پشتیبانی خواهم کرد. بنابراین برادر عزیز، شما هیچ وقت یک نفر را تا آخر او را همچون یک دشمن و جنایتکار و بد نشان ندهید، قبول نکنید. او میتونه در یک مرحله اصلاح شود، حتی مظلوم قرار بگیرد. یک نفر دیگر رو برعکس تا آخر پشتیبانی نکنید. حتی یک انسان، یک نیرو، یک حزب، یک پرزیدنت خوب هم یک وقت میتواند تبدیل به یک جنایتکار شود، ظلم کند، اشتباه کند. بنابر همین ما باید دقیق رفتار کنیم. اون جایی که پشتیبانی باید کرد پشتیبانی میکنیم، اون جایی که باید اصلاح کرد تنقید کرد، ان شاء الله این کار هم خواهیم کرد.